روز شما بخیر بینندگان ارجمند. این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که شما را با حادثه های مهمترین در جهان و تاجیکستان شناس می کند. امروز دوشنبه 23 ایون است. حالا با موضوع اساسی این نشر شناس شوید. پرزیدنت دونالد ترامپ میگوید با تغییر رژیم در ایران مخالفت ندارد، در حالی که مقامات دیگری آمریکایی گفتند هدف حمله ها تنها محو مؤسسه های هسته ایران می باشد. هدف این برنامه تغییر رژیم نبود و نیست. عملیات نلگال در چندین شهر روسیه در روزهای استراحت در شهر سورگوت بیش از 100 مهاجر را به اداره وزارت کارهای داخلی انتقال دادند. زنی که از کار در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آزاد کرده شد میگوید حقوق شهروندیش را پایمال کردند. دختر ما باردارم توزه شو من خارج سفر کنم دیگه نمیخوام کنم وطن اونجا مونده شدم. یک روز پس از حمله های بی سابقه ایالات متحده آمریکا به کارگاه‌های هسته‌ای ایران، وزیر کارهای خارجه عباس عراقچی در مسکو با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. پوتین گفت روسیه برای مساعدت به مردم ایران تلاش میکند. معلوم نیست روسیه به ایران چی کمک کرده میتواند، ولی قبلا پوتین گفته بود که سازشنامه همکاری با تهران همکاری های نظامی را در بر نمیگیرد. چند منبع آژانسی ریترز گفتند که ایران از سطح دستگیری روسیه قانع نیست و یک چیزی بیشتری از آن انتظار است. این در حالی است که در واشنگتن صبح امروز پرزیدنت دونالد ترامپ گفت است سرنگونی رژیم ایران استقبال خواهد کرد. چون چراهای این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی. چند ساعت بعد آن که اعضای ماموریت پرزیدنتی آمریکا گفتند حمله‌های اخیر بالای ایران نه با مقصد تغییر رژیم انجام شدند، پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که از سقوط حکومت در تهران استقبال خواهد کرد. وی در صفحه خود تروس سوشیال روز 23 ایون نوشت استفاده اصطلاح تغییر رژیم از نظر سیاسی درست نیست، ولی اگر رژیم عمل کننده ایران نتواند ایران را دوباره بزرگ بکند، چرا آنجا تغییر رژیم صورت نگیرد؟ چند ساعت پیش از نشر این اظهارات، اعضای بلندپایه ماموریت ترامپ از جمله معاون پرزیدنت جی دی ونس، کاتب دولتی مارکو روبیو و وزیر دفاع پیت هگست اشاره کردند که هدف حمله های روز 21 ایون آمریکایی ها بالای مؤسسه های هسته‌ای ایران نه سرنگون کردن حکومت مذهبی اسلامی در این کشور، بلکه مذاکرات می باشد. در نشست خبری هگست حمله های هوایی را یک عملیات دقیق نامید که تنها برنامه هسته‌ای ایران، نه ارتش و نه مردم این کشور را هدف قرار داده است. هدف این برنامه تغییر رژیم نبود و نیست. پرزیدنت به عملیات دقیق امر داد تا که تهدیدهای خنثی شوند که برنامه هسته‌ای ایران با منفعت‌های ملی ما، خوددفاعی مشترک نیروهای ما و همپیمان ما اسرائیل دارد. ژنرال ارشد آمریکای دن کین گفت در عملیات با نام شرطی پوتکی نیمه شب روز شنبه 14 بمب سنگرشکن، بیش از 20 موشک توم اهاوک و 125 هواپیمای نظامی استفاده شده است. کین گفت که ارزیابی‌های اولیه بعد حمله به 3 مرکز هسته‌ای بیانگری آنند که آنها جداً ویران شدند، ولی از گفتن این که تا کجا قابلیت‌های هسته‌ای ایران دست ناخور نمانده است خودداری نمود. مقامات کاخ سفید روز 22 ایون تهران را هشدار دادند که در پی حمله بی سابقه آمریکا که به ادعای ترامپ در نتیجه آن مکان‌های کلیدی هسته‌ای ایران نابود کرده شد، از پی انتقام جویی نشود. صبح 23 ایون هم ایران و هم اسرائیل موج نوی حمله‌های هوایی علیه همدیگر را براهماندند. ایران به دعوت بازگشت بلافاصله کشور سر میز گفتگو میل نشان نداد و به حقوق دفاع از خود تاکید نمود. این چیز جدیدی نیست. ایران گفت که ایالات متحده آمریکا برای پیامدهای خطرناک عملهایش پاسخ خواهد داد و اشاره کرد که دیپلماتیت تنها بعد جواب تهران میتواند به کار برده شود. نظامیان اسرائیلی گفتند که روز 22 ایون به چند مؤسسه نظامی در چندین شهر ایران از جمله مرکز موشک‌های استراتژی واقع در ولایت یزد و پایگاه‌های موشک‌انداز اهواز، بوشهر و اصفهان حمله انجام دادند. نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر که هفته گذشته در کنار مقامات اتحاد اروپا، فرانسه و آلمان در تلاش پیدا کردن وسیله دیپلماتی مذاکره با ایران بود، در دعوت خواست که تهران سر میز گفتگو برگردد. پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین گفت ایران هیچگاه نباید صاحب بمب شود.
وزیر کارهای خارجه روسیه در مسکو حمله‌های آمریکا را به شدت محکوم کرد و عمل کاخ سفید را بی‌مسئولیتی و نقض جدی قانون‌های بین‌المللی نامید. در تاجیکستان که خود را یک شریک ایران می‌نامد، وزارت کارهای خارجه حمله هوایی ارتش ایالات متحده بسته نهاد هسته‌ای ایران را قطعاً محکوم نمود و از پیامدهای خطرناک برای کل منطقه و جهان هشدار داد. و امروز در وینا در نشست اضطراری آژانسی بین‌المللی نیروی هسته‌ای رهبر آن رافائل گروسی گفت با نظر داشت مقدار مواد ترکنده استفاده شده در حمله و طبیعت خیلی حساس سنتریفوگ‌های غنیگردانی اوران تخمین می شود که تأسیسات هسته‌ای فوردو با زیان جدی مواجه شده است. به قول گروسی در هر 3 کارگاه هسته‌ای ایران که با حمله‌های اسرائیل و آمریکا روبرو شده اند میزان آلودگی هسته‌ای بالا نرفته است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. پلیس روسیه گفت در نزدیکی مسجد شهر سورگوت یک عملیات سنجش سندهای مهاجران را برپا نمود که در میان آنها هم نمازگزاران مسجد بودند و هم رانندگان ماشین‌هایی که در نزد مسجد نگه داشته می‌شدند. صحنه در درآمدگاه مسجد منع کرده و سنجیدن سندهای نمازگزاران را خود اداره پلیس محلی نشر کرد. بازرسی اتومبیل سورگوت از روی 35 حالت ویران کردن قاعده‌های مأموری پروتکل ترتیب داده 14 نفر را برای ماشین‌های سیاه شیشه که معیار را ویران کردند جزا دادند. پلیس گزارش داد که برای ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر سورگوت بیش از 100 مهاجر را آوردند تا که سندها و عکس و ایز انگشت آنها سنجیده شود. و 4 نفر آنها پروتکل ویران کردن قانون‌های مأموری سپرده شده است. بعد حمله به تالار کراکو سیتی هال در سال گذشته نظارت از بالای مهاجران در روسیه که به این هم مورد فشار زیاد قرار داشتند خیلی سخت‌تر گردیده است. مطبوعات روسیه روزهای استراحت درباره عملیات ضد مهاجران غیرقانونی با نام نیلگال خبر داده است. پس از بحث‌های طولانی تعمیر یک راه بحث برانگیز را در سرحد با قرقیزستان تاجیکستان به ذمه خود گرفته است. این قطعه ویران و ناهمواری راه در ناحیه باباجان غفوروف قرار دارد و ساکنان تاجیکستان و قرقیزستان از آن استفاده میبرند. بنابر دعواهای سالهای زیاد راه تعمیر نشده مانده بود. ساکنان و رانندگان تاجیک میگویند راه را باید هرچه زودتر تعمیر کنند تا حرکت در آن آسان و زندگی مردم سبکتر شود. فرزان محمد گزارش میدهد. کار برای تعمیر راهی بین دهه باباجان غفوروف تاجیکستان و ناحیه لیلک قرقیزستان آغاز گردیده است. برای تعمیر و هموار و وسیع‌تر کردن راه با رضایت ساکنان دهه بارباردوک درختان کنار آن را ریشه‌کن کردند. راهی ویران مردم را به تنگ آورده است. ماشین ما خدوایش وای میشد، بسیار نابود میشد. ماشین ما بسیار عذاب میکشد. بار گرام میبیم همین به عذاب میکشیم. مسئله همین راه به هم به سال تیزتر بنیاد میشد نقصتر بود ما. حالا جایم بیزیب جایم قهین. همین ماشین تنبه و یا تنبه همه این چیز به ولسپید بیام داجی قهین. این قطعه جزئی از شاهراه خوجند کانیبادام است. اساساً راه‌های بین دهه‌های خستیورز و بارباردوک تا دروازه شهر کانیبادام ویران و دشوار گذرند چون سالها باز تعمیر نشده‌اند. از این راه ساکنان دو کشور استفاده می‌کنند ولی در گذشته با جنگ و دعوا نمی‌گذاشتند که راه تعمیر شود. هم وقتشان رو چقوریه قلعه چقوری آشوری ما کنم گفته وای کرد تو قرقیزستان نمون تماش. حاضر همون ویشکی سوس. مولی ماشینا کاز چیز قطعان برافسوس. قطعان کتی میبرده و وای بنده برافسوس. پیشی دیوم آرکه میبرده میبرد. مسئولان اداره راهسازی ولایت سوق میگویند که بعد علامتگذاری مرز طرح را برای تعمیر راهی بیشتر از 9 کیلومتری دهه ارقه خستیورز تهیه کردند. خوشبختانه موافقه سازشنامه بین دو دولت‌ها این راه پوره و منطقه جمهوری ما گذشته است. چیزی که شمایان میدانید از سبب منطقه بحثی بودنش این راه سالهای سال روی تعمیر را ندیده به همین حالت گرفتار شده است. حالا باشد این منطقه را با دستگیری وزارت نقلیه جمهوری تاجیکستان
مقامات اجرایی از کمیته دولتی ملی سوخت و دستگیری بی‌واسطه بانک عمومی جهانی برای افغانسازی داخل کرده شده و روزهای نزدیک افغانسازی را از دهه خیشتیورز به سمت شهر کنیبادام آغاز می‌گردد. در دیگر قسمت‌های راه کنیبادام دهمایی که بحثی حساب نمی‌یافت، ماه مارت سال 2023 ساختمان راه بین‌المللی آغاز شد و قرار است تا ماه مارت سال دیگر به استفاده داده شود. این راه 50 کیلومتری از چند ناحیه تاجیکستان گذشته مسافت بین ولایت فرغانه و ولایت تاشکند ازبکستان را نزدیک می‌سازد. هدف رونق تجارت در منطقه است. راه با سرمایه‌گذاری بانک جهانی و حکومت تاجیکستان ساخته خواهد شد و راهساز شرکت چینی چین ریلوی بوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورов. یک زن میگوید بعد 10 سال کار در ساختارهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او را از کار آزاد کرده، اینک 5 سال از دیگر به کار برگشته نمیتواند. با گفته دلافروز واحد و دلیل بسته شدن راهش به این کارخانه داشتن داغ سودی می باشد که با چی سبب در گذشته مانع کارش در این مؤسسه نبود. علاوه بر بیکاری، به قول این زن بار عظیم معنوی و اخلاقی سبب بیکار بودنش او را سخت اذیت می‌دهد. همکارانم علیشیر ظریفی و امیر سویف با این زن و حقوق شناس درباره این قضیه هم صحبت شدند. دختر ما بردارم توزه شو به خارج سفر کنم، دیگه نمیخوام گل کنم وطن. دلافروز واحدوارو بعد 10 سال کار در وزارت کارهای داخلی سال 2020 به دلیل داغ سودی از کار آزاد کردند. میگوید بعد همین خویش و نزدیکان به او با نظر شبهه می‌نگرند و به بیگناهیش چندان باور ندارند. میخواهد این شبهه‌ها را برطرف کند. میخوام که اثبات کنم بیگناه بودنم را درباره خویش تور درباره جامعه درباره نزدیکام یا رفیقام بیگناه بودن خما خیلی مقصد داشتم که من با کارم خیلی با سابقه کار در آمدن اثبات کنم که من بیگناه هم که من کار کردستم. دلافروز را سال 2006 با گناه قاچاق طلا جریمه کردند. 2 سال بعد او را در وزارت کارهای داخلی به کار گرفتند. ختم کرده کالج طبیست و در درمانگاه ریاست نیروهای داخلی وزارت کار کرده و رتبه لیتنانت هم گرفته است. میگوید با گذشت چند سال از حکم و در پی مراجعت به دادگاه خبردار شد که دیگر داغ سودی ندارد. سال 2020 هم سپارش شد. اکمان همین تو سپارش برای ما داشته باشه نمیدونم. من خیلی فکر میکنم همین قانون تنها برای ما بوده است. من خیلی فکر میکنم برای شهر میدونم در برای شناس رفقو یک شناس ببینم درام دیگه میکنم که رو برای قطعی شناس من نشتم. من سوال میدم کارت چیش موجه گپ مونده شگیم. حالا با این پرسش پاسخ میجوید که چرا 10 سال چیزی نگفتند و بعد یک 10 ساله ناگهان داغ سودی را بهانه آورده از کار جواب دادند. حقوق شناسان میگویند با این پرسش باید آنها پاسخ دهند که این زن را به کار قبول کردند. کودکس مهنتی یگان محدودیت ایجاد نمیکند. ولی قانون‌های صحوی است درباره خدمت دولتی، درباره میلیسا، در آنجا انیق و دقیق گفته شده است که چنین شخصان که داغ سودی داشتند گرچند که آن داغ سودی برداشت شده باشد هم با کار قبول کرده نمی شود. وزارت امور داخلی به تماس‌های ما پاسخ نداد و به نامه رادیو آزادی تا لحظه تهیه گزارش از این نهاد جواب نآمد. دلافروز از این همه دلسر شده است و نمیخواهد در تاجیکستان ماند. میگوید یگانه راه رهایی از برخورد جامعه یا عقیده افسرده کننده اطرافیانش که گویا جنایتکار است ناچار است وطن را ترک کند و به خارج برود. پیروزی رزمیکار تاجیک محمد نعیمов در مسابقات UFC Fight Night در وزن نیمه سبک با استقبال گرمی هموطنان و مخلصانش در تاجیکستان روبرو شد. این رقابت شب شنبه به یکشنبه در شهر بوکوی آذربایجان برپا گردید و نعیمov بعد شکست دادن نماینده австрия بوگدانگراد غالب مسابقات اعلان گردید. و در همین جا برنامه امروزه به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید با ما در تماس شوید. سراغه های ما را در سامانه رادیوی آزادی .org می توانید پیدا کنید. خدا نگهبان.